مهربان. سلام. ببخشید من یه سوال دارم ازتون. پیتزاهای شما ایتالیایی هستن یا آمریکایی؟ کلفته؟ بعد میتونم بپرسم تو خمیر شیر یا تخم مرغ اینا به کار میره یا نه؟ تخم مرغ نه ولی شیر داریم. آها، نمک و شکر؟ نمک شکر هم داره. بعد مایه؟ مایه چی؟ یعنی خمیر ترش؟ نه خمیر ترش نه، مایه خمیر میزنی. همون مایه خمیر میزنی. زیاد میزنی؟ یعنی باد میکنه پیتزاهاتون؟ نه ما پیتزامون بادی نیست. بعد پیتزاهات بادی نیست. بعد پیتزاهاتون رو میندازین توی کف چیز فر یا اینکه نه توی ظرف میذاری؟ تو ظرف میذاریم، فرمون ریلیه. چی جالب. اوکی آقا ببخشید پیتزا خانواده هم داری؟ نه نداریم، پیتزامون یه نفره. 2 نفره نداری؟ 2 نفره نه. اوکی. مخلوط دارین و مخصوص دارین و مخصوص و پنجره‌ای و ژامبون گوشت و ژامبون مرغ و سبزیجات. بله لطف کنید برای من مخلوط. اشتراک دارین اینجا شما؟ نه الان میخوام بیام اونجا، ولی من یه مخلوط میخوام. یه دونه ژامبون مرغ میخوام. یه پیتزای مخلوط، یه پیتزای ژامبون مرغ، یه دونم پپرونی، یه دونم پپرونی، یه دونم زالامی هم دارین؟ سلامی نه، پپرونی چیزی داریم، بیکن داریم اگه بخوام. بیکن تو خوکه؟ نه بچیه؟ 97% اوکی یه دونم بیکن شد 4 تا با طعم سیره این. خیلی خوبه خیلی خوبه. 4 تا پیتزا مخلوط. نه آقا از هر کدومش یه تیکه. یه تیکه که نمیشه، یه دونه پیتزا یه دونه مواد خودشو داره. آها شما تیکه ای ندارین؟ نه تیکه ای نداریم. مثلا خارج نیست تیکه ای باشه؟ نه امکانش هست آقا من بیام مثلا دور میزا؟ پیتزامونو طبق منومون میزنیم. حالا من یه سوال دارم ازتون. امکان داره من بیام دور میزا اونایی که یه تیکه پیتزاشون میمونه بردارم بخورم؟ نمونده کسی فعلا نیست. حالا مثلا من انقدر صبر میکنم یکی یه تیکه پیتزا رو برداریم ببرین تو آشپزخونه بعد به هم بچسبونیم بیاریم بزنیم جلوی من، خیلی هم جالب میشه. نه من این کارو نمیکنم. چرا آقا پولشو میگیرین؟ چند؟ پولشو میگیرین؟ من میخورم شما که نمیخورین. نه آخه نداریم الان، کسی الان نیست. مشتری کی میاد مشتریاتون؟ الان بابا اونجا که همیشه شلوغه آقا. الان خلوتیم. یه نیم ساعت دیگه بیا. الان نیم ساعت دیگه تشریف بیارین، اگه بود باشه چشم میگه. از هر کدوم تیکه از هر تیکه به هم میچسبونی؟ میکنیم اگه خودتون شما این کارو بکنید سرم شلوغ عذرخواهی میکنم. خب شما که گفتی الان خلوته آقا، چرا دروغ میگی؟ الو شما که گفتی خلوت سرتون، الان میگی سرم شلوغه. الان کار دارم قربان. چی کار داری آقا؟ میخوای بری توالت؟ خب مشتری را بنداز. من ممنون شما، عذرخواهی میکنم. آقا یعنی چی مشتری را بنداز؟ آقا مسترا باید داری یا مشتری را بندازی؟ شما وایسادی اونجا من به مدیر عاملتون شکایت میکنم آقا. باشه ایرادی نداره، شکایت کنید. اسم شما چیه؟ اسم چیه؟ هر موقع زنگ زدین میاریم. چرا دروغ میگی سرم خلوته؟ خب سرش شلوغ. اسم چی آقا؟ اسم چیه؟ الو از کجا زنگ میزنی شما آقا؟ من از بلوار جردن زنگ میزنم، بلوار ناهید پلاک 40. الان ما اینجا کار داریم، الان ما باید به کارم شما که گفتی سرت خلوته آقا تکلیف من روشن کن. بیام اونجا تیکه تیکه بردارم یا نه؟ نه میگم اگه از مشتری مونده بود بیا بردار. شما اسمتون چیه؟ حسن آقا؟ آره حسن آقا. حسن یه لب بده به من. جان؟ یه لب بده. آقا جان یه لب بده جون اقدس، یه لب بده. الو یه لب بده جون من. بیا بدم بده. الان پشت تلفن بده. از پشت تلفن بعداً بیا بدم. خب الان بده که اومدم پشت دیگه حضوری بده. الان یه لب بده حشریم کن. حسن الو بده لبو. حسن یه لب بده. حسن آقا من اسمم مهران لیون بهم میگم. حسن واسه دلواپ حسن یه لب بده. حسن داری میدی؟